وقت آمدی از فصلها در باغ باران ریخت. سفاری خوش بودم من، به جانم عطر ریحان ریخت. تو وقت آمدی آلوچه گل میکرد در چشمم. آه بهارستانی انفاست، گلستان در گلستان ریخت. این یکی هست بیبی سفرما، مادر نازنینی فرشته خوب که پنج پنجهش هنر است و با این لطف و نعمت پیشیار و آشنا صاحب شده مرتبه و آبرو. دیگری هست حکمت الله نصرالدین، ارباب دولتی و سیاسی جمهوری، سابقه‌دار مهنت که تا هنوز قلندر است در عشق عروس خویش و آلوده محبت. صبور است و متین است و توانا در زندگی بسان پهلوانی پاسدار آیین جوانمردی. بوی یکدیگر رو گرفتن، ذوق و هوس‌ها به هم پیچیدن، زیرا دیگر چند ده ساله می شود که جان و تنی به هم آمدند و نیمی جسم و جان یکدیگرند و روزگار به سر دارند در دل وطن، در دوشنبه گلبدامن. و طبیعت لطف دارد تا کنون و این شاه و این ماه با قلب سرشار از مهری هم روزگار را می‌دهند سامان و گاه گاه با یاد روزگاران دوشین قصه نخست آشنایی می‌سرایند نمکین. تقوی اینو قدی خولای من زن شوهرم 6 تا صحبت کردن که همین مرده که اوله دور کردن در کور، چکو کردن در کور، برای که پدر مادر نداشتن اینو در دیدم کلون شدگی خوندگی خودش به هم درجه رسیدگی یک خلاصه آمدن که همین به خونه ما خواستگاری بیایم. خیلی آمدن صحبت کردن کلانتر رو. چنده ما 29 ساله بودم، کلاب اومدیم خانه پدری همین اوله حاضرمون نصیحت کردیم قطعی همونا راضی شدیم. گفتن که خواهش کردن به این کس که کمتر رفت و آمد کردن در کور که خیلی اوله موقتی اینو باید نزدیک شنود شوند در که در آینده خیلی زندگی این زندگی یکان کاری سودا نیستیم، زندگی حیاتی طولانی حیاتی دور دراز است. این دختر آوردن ما را نشان دادن دیگه ما همین حواس کردیم و این دوباره گفتم این گپ اینجا بوده است ما گشتیم یاد به صاحب این دختر زیبا، این دختر خوشرو، این قدر نفیسک. کم کم وای میکردیم و صحبت میکردیم وای میکردیم مدت چند وقت توی شد. همین خیلی خیلی زندگی ما سر شد. دو تنی یک شده، جان و تنی به هم آمده، در آغوش شب و فرازهای زندگی دو گل دختری ناز و یک شاه پسر هوشمند را معرفت و تربیت دادن خیلی عاقلانه. و هم رسالت والدینی خود را خوب ادا کرده نامهای به جگربندها گذاشتند خیلی شایسته. البته بسیار خرسندی کلان بود برای که یک فرزند یکم همه وقت خرسندی بسیار خرسندی کلان میارد به اوله. تلفن کردن اما که دخترش تولد شده است. این ناظر همین دخترمون نوشه جان دختری زن گینیکولوگ. همین هم خرسند شدیم که چه بود همین. یک فربیه که ترسقای بود همین فربیه بود که چه بود هم میگرفتی هم قشاقت پر بشید. من خودم همین گل بناشه دوست می‌داشتم. برای هم نوشه بناشه موندیم. بعدی بای پسرم تولد شد اسمت الله جان. یک عمکی داشتم سال 37 و یا رپریس کرده پرونده بودن کرچم. فرزند نداشتن. برای خاطر همون نامی هم عمکشان موندن. که همون نامی هم نیست نشد. نامش اسمت الله بود. پسرم با نامی همون چی ماندم عمک. این دخترانه به دنیا آمد. سیم فرزند بود این دختری وزیره رخشانه جان این تولد شد. یک حافظه بسیار نامی بود از افغانستان. من بسیار همون گوش میکردم. برای خاطر همون نامی همین رخشانه ماندیم. وقتی پیوسته تسبیح عشق میگردانند عاشقانه، این یعنی دست و پای رشک را بر وقت بستند زولانه. چی خوبه اگرم چنین بود، ولی دو چشمی سری ما تا کنون مردی را ندیده که
لااقل بار قدح رشک نبرداشته و پیمانه باوری همسر نبیشکسته باشد. نه رشک بسیار بود. از جانب کی؟ از آنمی من چرا؟ رشک میکردم برای اویلم. یا اون کس نگاه میکرده میکرد نه تا حتی ماشین ده سوار شده میرفتیم آینه داره که ماشین پیش نگاه میکنم که هم شوفیرم آینه رو نگاه داره نه میگفتم میام میزنی من رو نگاه داره رشک میکردم میگفتم که آینه رو طرف بر من رشک نمیدونستم برای اون که فکر من فقط در اویله بود. فرزند کلون کردن، مهمون قبول کردن، کوری خانه کردن، خیشتبور شوهر رو حرمت کردن، شوهر اطاعت کردن، کار بوری خانه که بسیار بود. ما بعد وقتی رشک حسد بردن خیلی چیزی در کلای ما نبودیم. مثل که عین زمان قهری باشند. نه خیر باشد که جنگ نباشد و نام جنگ گم، اما به اشوه و ناز مگر میتوان روش زندگی را یافت؟ نه. اگرم چنین باشد بعد نازیدن ها و ملال گشتن ها انیق شرط آشتی را اپای نازنین ما بجا می‌آورد. نه همت برادر ما بلندتر است و اقدام آشتی نخست از جانب ایشان صورت میگیرد. یعنی گپ مرد است در این خانه؟ بله، گپ مرد یک تا دوران مادرشاهی بگذشته کیها دوستم. هستن البته به جنگ به جنجال زندگی نمیشود. اولا جنگ نبود. الان بسیار دوستی و نازی و رفاقت و خوبی زندگی میکردیم. بسیار ناز بود. کار میکردیم. بودن نفهمی ها بودن، خورسندی ها بودن، با خفه شدنی ها بودن. جانبی سفرما جان دایم نازو کرشمه می آمد و خیلی میگوتی نه دیر آمدی تو کجا بودی چیکار کردی؟ خهروی نازو. ایسوسو کردن گپ بزن خیلی میگم کاره که همه خیلی میشود ایسوسو. یکی درم از دلش به برابر خیلی سخت دلش من نمیگیره. من بسیار نازک طبیعتم ده خر میکردم راستی گپ این کسوبت هم این طرف همین رای میکردن که همین چی شد؟ ما اصوده شیم خانه ده گپی زن بود برای خانه. لیکن از خانه بیرون برای زندگی کردن مرد کار میکرد، مرد پیدا میکرد میآورد. خانه در آمدن ده همه این از در اختیاری زن بود خانه. در خانه البته من فکر میکنم که زنها گپشون بلندترن از شوهر. برای که همه پست بلندی یعنی خانه زیقی، خورسندی، خفگی همه کار و بر زندگی در گردن زن هست. مرد از در بیرون است. برای همه البته زن گپشو میگذرانه. خوی نخوی. عجیب چه چیزی باشد خوشایند در رفتار و گفتار و در کردار این شاه و این ماه برای همدیگر که احترام را لایق گشتن بهر هم تا این دم. چی گفتند؟ گفتند که سخن از زبان لقمان خوش است دوستم. این مرد بسیار مرد سخاوتمند است. بسیار دل صاف دارد. با همین خواهش‌های زندگی برای فرزند، خاطر فرزندا، برای خاطر اولادو همه کار روزی بود اینا. چی کار خواهش که ما میکردیم البته این خواهش‌ها اجرا میکردن. کمتر کسل شد، ناراحت شد. بعد راستگو همین گریه آمد خودم آمده گریه آمد بافتم که من یک آدمی بی صاحب یک کس بی هیچی نبودم. همین نصیبی من همین کردگی بوده است. با امروز این با کسل شده است. کدر کسل بودم. که یک روز پس بعد با خست است. کسلی خست و همونجا مهر محبتی ما نسبتی با زیاد شد. همدیگه که میفهمیدیم گذشت میکردیم. بسیاری بود که خفگی ها بودن. در بین ما نفهمی ها بودن. یکی من همچون زن مادر هم وقت کوشش میکردم که همین اویله را نگاه داشتن در کار. گذشت کردن در کار. صبر طاقت در کار. چی زیبا به نظر میرسند هر دو. عجب زیبنده تقدیمی از تقدیر. بله شکرگزار از تقدیر باید بود، اما از پیندار ما این تحفه های پیوسته بود که
ده چند و صد چند دیگر دلجوش میزند به زندگی. همین طور؟ بله، همین طور. میبیارن خط توفا میوردن. من همچون فکر میکردم که این چیزی دائمی هست در همین خانه. برای همچون مردک وظیفه‌ش همین است که برای زن باید توفا بیارد، برای فرزند توفا بیارد. این ما خیلی آرومانه قبول میکردیم. سر لباسایی که میبرامد اول میبرامدن برای زنها خانم‌ها، از زمان ما حرکت میکردم که یگان لباس رفته گرفته آورده اینا توفا کنم. در خانه ما راست گپ این خیلی توفاگیری نیست. همین خوش زندگی کردن خودش توفا است. همدیگر وقتی میفهم زندگی میکنی برای خاطر فرزند، برای خاطر اویله را نگاه داشتن، این خودش هم یک توفا است. درباره طلا و تنگه در خانه ما گپ نیست. این خیلی من همچون یک زن هستم که هیچ وقت درباره فکرم نکردم. باشد نباشد همین خانه پر باشد، زندگی خوش باشد، فرزندان سالم باشد، این از همه بهتر است. در عجبم که در این زیاده از نیم عصر با هم بودنها کی را ساخته و از خود بگذشته و به دیگری راه بگشوده باشد. از پیندار ما این دو مرهمبر داغ و درد همدیگرند بر برابر. من فکر میکنم این کار دو طرفه است، یک طرفه نمیشود. هیچ وقت یک طرفه این کار زور آزمایی کردن خود رو نشان دادن ممکن نیست. این کار این دو طرفه گذشت کردن. فکر میکنم که همین آیله ما سفرما جان خودش برای من قربان کردگی، برای تمام حیاتش همه کار کردگی، همه بودگیش برای پیشروی من برای من بخشیده است. همه زندگی را قربان کردم. البته برای چی؟ وقتی سوال دادم من خودم جواب میدم. این کس تو همین سال 90 بالای کارگر دولت که بودن با عموما این کسا نمیدیدیم در خونه. ساعت یک شب می اومدن، 5 سحر می اومدن، 7 ها می اومدن، ماه ها می اومدن. فرزندو بیمار می شدن، فرزندو مکتب می رفتن، بخچه می رفتن. از پشت اینا نگاه کردن در کار بود، تربیه کردن. گویا که این همه در گردن من بود. تمام هنرها داره، تمام هنرهای پختن و پزیدن و چیزی که نباشه همش دارد. خود دختن همش همین هنر کردگی. در وقت دختریش همینا را مادرش یاد دادگی برای این که فقط میره به خانه شوهرت، بعد میبینی چیکار میکنی اگر تو نتونی این کار را. برای همین هیچ یگان مانگی این مسئله ندارد. اگر عشق را آغاز باشد و انجام نه، با دانستن و پذیرفتن این حکمت ایشان این نعمت نقد را جا کرده اند در جای جان. اگرم چنین است خوشبهارشان، اما با وجود اگر جوانی می رود عشق نیز گذرنده است و دیگر این عادت است که ما بعدها عشق بپنداریم. نه، تو آخر دوست داشتن این نیست. وقتی که در راه طولانی زندگی میکنید، در راه طولانی زندگی پستی دارد، بلندی دارد، افزایشی ها دارد، خرسندی ها دارد، غم غصه ها دارد. این وابسته از دو کسی، از یک کس نمیشه. ما دو تا دوست، دو تا رفیق هستیم. وقتی 30 سال میرود، 30 سال زندگی میکنیم، 35 سال زندگی میکنیم، این استه خاموش میشود این محبت ها. مهر محبتی ما نسبتی هم دیگر بسیار زیاد است، بسیار بلند است. خیلی خانه گو غر میشود، گو بربر میشود. یا خیلی نمیشود، اما به چی گپ؟ خیلی شما هست گو. البته صبر و طاقت از همه چیز خوبه. صبر و طاقت. صبر و طاقت باشد اگر همدیگر فهمی خودش پیدا میشود، میآید پیش رو پیش میآید. برای همین این بسیار کار خوبه، همدیگر فهمی. گرم به درد نیست، بیمار میشوی. برای آدم بیمار دکتر در کار، دکتر در کار، نگاه بین در کار. درباره همدیگر باید باشی، همدیگر را باید دستگیری کنی، همدیگر را باید مهربانی کنی که همین درجه مثلا همین خور دیگر دوست شما نشوی و همین زندگی دوام بدی. چرا جای صدای عشق شنواست و جای دیگر سخن از جدایی میافتد به یک بار؟ چرا که محبت را زماهی نه،
از این جان و جانان باید آموخت تا ستون خانه استوار باشد و عائله امین ماند در شب و فراز هر مرحله. انیق از تجربه خیرمن اندرز برداشتند و مهمترین آن را اینجا ابراز خواهند داشت. کو و فیلم همین سراسیمه میشوند بچه ها یاش جوان دخترها و خمیر محبتی اصیل ندارن و میبینن که خیلی بسیار بچه فسانده شایگیتی ناز مثلا سر چپا گرداندگی کردگی همیشه میگه خیلی زندگی تا میشود مادر دارد پدر دارد یک بار نیم بار مثلا یکان گپ پیدا میشود کلین ای رکن کلین و یکون کلین ای کار بیا ای رکن او کلین حقیقتی خفه میشود در دلی باید میزنه ای کنم پایداری عائله یکم من فکر میکنم که صبر و طاقت زن در کار. زنک باید صبور باشد. زن باید مهربان باشد نسبت عائله نسبت شوهر پرطاقت باشد. پرطاقت که شدی گپ بردار باشی. همه کرده دای نکنی. همین خفگی بسیار در دل جا نکنی. اگر فقط همین یک کاری سبکی را به خودت گیری و همین راحت خودت فکر کنی خیلی زندگی را دوام داده نمیتونی. یک صبر و طاقت یک مشکل را در سر برداری میگذرونی که همین زندگی را دوام میدی. با لطف و برکت دولت پیری کنون در استراحتند، اما تا این دم صداقت به اندازه داشتند بر رسالت. یک کتابدار بود و ترغیبگر جهان معنوی. زیاده از 30 سال اول در کتابخانه به نام ابوالقاسم فردوسی و بعدا در کتابخانه ملی جمهوری. و دیگری که روزگار سخت یتیمی را پشت سر کرده چون فرزندی حکومت از این مکتب درس صداقت، آزادگی و سرسپرده خلق و وطن آموخت. در همه سمت‌هایی که فعالیت داشت خوبی کردن را شیوه زندگی خیش شعار کرد و کنون عزت و احترام را قایم گشته که خوشا به حالشان. این جوانایی که مثلا حاضر هستند ما همه همینا را تکلیف میکنیم با همینا همش میگوییم که ای برادرها ای بچه های جوان در گردی همین جناب عالی متحد شوین دولت آباد کنین مثلا زیادتی زندگی بهتر شود. اینقدر فراوانی و اینقدر کاری که در رسپوبلیک ما شده است در یگان جای خیلی جا نیست. ولی همین جوان‌ها باید همین همش ببینن همش فکر کنن. و جوان‌ها میخوام که همه وقت جوان‌ها خانه آباد خوشبخت باشن با همدیگر فهمیش داشته باشن زندگی دوام رنگ همین ما برین زندگی دوامی طولانی داشته باشن خوشبخت باشن. در این وقت در همین درجه‌ای که کلان سالی که چندین سال زندگی کردن البته برای اینا آسان نبود. همه این صبر و طاقت در کار خواهش همون از خانه پدر که خانه شوهر می و گپی همون شوهر و گپی همون خانه کار کردن در کار خوراک‌پزی همون رو یاد گرفتن در کار گپای همون رو شنیده اول شنیده بعد گپ زدن در عائله که مستحکم نباشد دولت هم سسته دولت سسته همه گپ در عائله همه عائله که بقوت باشد و مستحکم باشد در او عائله آدمای با فرهنگ آدمای دانشمند آدمای فرزندای خوب مثلا با وایه رسیدگی باشند و یا کار کنند البته این بقوتی دولت است. آفرین بر وجود زیباشان با این صفای باطن و با این آزادگی و آبادی روزگارشان. بله آفرین بر وجود زیباشان با این اندیشه سالم با این لحن شیرین با این نگاه گرم و با این دامن پر آرزو که دیدنش خیلی خوشایند بود برای ما. بله آفرین بر وجود زیباشان. بله آفرین بر وجود زیباشان. آفرین بر وجود زیباشان.